سلام هموطنان عزیزم. ببینین این شیاف 325 گرفتیم، سرماخوردگی، داروها هیچ کدوم جواب نمیده، همه جلیه، همه چون حکومتی نداریم، حکومتمون فقط با رشوه و فساد پیش میره، هیچ کجا بازرسی نداره که بیاد بازرسی کنه. این شرکت با این کد و رقم و چیش داره به مردم پی گاو گوسفند و به جای تبر میده. من بیرون از شهر داروهایی که نمیتونم لحظه برم بگیرم، با یه موتور فاصله 30 کیلومتری از شهر اومدیم یه خونه گرفتیم با ماه 3,500,000 بدون وسیله زندگیمون یه فرش و یه بخاری یه تلویزیون چی نداره، جانی باسم نمونده. میریم هر روز واسه کارگری روزی 500 تومن تا 600 تومن به ما حقوق میدن. یک روز میریم سر کار، 2-3 روز بعد مثل سگ بردیم دنبال این و اون که ما رو ببره سر کار. هیچ کس ساماندهی نمیکنه، هیچ کس چی نمیکنه، هرچی چوب تو سر ما مردم میخورن. این حق ماست. تا زمانی که دهنمون بسته بوده همین بوده. حالا اینه هم 125 همین شرکت رو گرفتیم، خوردیم، استفاده کردیم، خوردیم، منظورم که هنو استفاده کردیم. استامین کدوین گرفتم، استفاده کردم. اینه سال قبل استامین کدوین استفاده میکردم، تب شدید میگرفتیم. از همین استامین کدوین 2 تا 3 تا میخوردم تب میشکست. ولی الان داریم از تب میمیریم بیرون از شهر، نه پولی داریم برای دکتر نه دردی داریم. تنها چیزی که یکم کمک میکنه این شربت بود. خدا پدر صاحب شرکتشو بیامرزه. الان همینم فردا قیمت شهر چقدر بوده 10 برابر میکنند. گرجه داخل ایران یک گرجه میگرفتیم، املت میکردیم میخوردیم، اونم کلی 20,000 تومان بود. یک هفته قبل روز بعدش کردن کلی 50,000 تومان. یک روزه 2.5 برابر اصل محصول، یعنی 150 برابر رشد. روز بعدش شد 80,000 تومان، 82,000 تومان. روز بعدش شد 90,000 تومان، 100,000 تومان. بعد داخل اینترنت پیام میدن که 100 تا ماشین امروز گرجه را مرز عراق رد کردن، 7 تا کامیون به خاطر مسموم بودن و مشکل داشتن برگشت خورده. ای خاک بر سر ما ملت که افراد بی همه چیز بر ما حکومت میکنن. ببین اینا هیچ کدوم دارو نیستن، همه تولید آشغاله. الکی پولاتونو واسه دارو ندید، برین دنبال داروهای گیاهی، سعی کنین از قدیمی از اونا دارو بگیرین. داروهای هیچ کدوم اصل نیستن. من اینا دارم استفاده میکنم. کلی داروی شربت دیگه هم هستش، هیچ کدوم سودی نداشتش. من بچه‌ام دارن از تب و درد داریم عذاب میکشیم. درد آخرم که گرجه را بردم. گرجه یکی از 1000 درد مردمه. تحریمات چه ربطی داره به گرجه؟ به پیاز و سیب زمینی سفره مردم. داخل کشور خودمون گرجه تولید میکنیم، بعد به خاطر پول که موشک بکنن بدن دست یک تعداد اغتشاشگر جهان به هم بزنن، ایران تو تحریم قرار بگیره، کمر ملت بشکنه، میان از روی سفره مردم گرجه رو برمیدارن میبرن میفروشن کشور عراق. اونم دست چی میکنه؟ گرجه‌ای که خرابه برگشت میندازه، میگه ببین چی کن. داخل اینترنت نوشته این گرجه تازه از ایران رفته، 7 کامیون برگشت خورده. 99%تون دیدین. این حال ملت ماست. الان من به خاطر این همه فشار تو سن 30 سالگی سوته کردم، یه جای خونه پرت اجاره کردم. این خونه زندگی منه. یا کنید تنها چیزی که از گذشته واسه من مونده همون تلویزیونی که موقع ازدواج گرفته بودیم. و سلام نامه تمام. این حکومت برای مردم ما هیچ آینده ای نداره و هیچ
امیدی هم درست نمیکنه. فقط آقای رئیسی داشت یه کاری میکرد باسه ملت که اونم یا نابودش کردن یا نابود کردن از بیرون. بنده خدا رو کشتن. شاید میخواست گناهان خودشو پاک کنه، خدا با عالمه، ولی هرچی درد بدبختی و فساد داخل کشور ایران، آخه کی میاد همچین حکومتی رو حمایت کنه؟ ببخشید وقتتون رو گرفتم.